شاندکه کنکه سردانا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی کرد. د جوینه ده بحثا انسیاتیفا هسته یا نزدیکرنا آلین روز آوای کردستان احاطه کردن. هفدیتن لآفیسا پدکسی لباجار قامشلو چی بود. اندام کمیته ریوبر یا کنکه دکتر سلیمان الیاس جروداور راگهاند که جبو وکرنا آفیسا پدکسی وان پیروزباهی لبه پارتیه کرنه و گوت پدکسی پارتیه که سرکیه لروز آوای کردستان و او دخوازن پرسا یک ریزی کردیجی پیش نببن. اف براستی شاندا کمیته ریوبریا کنگرانتوی کردستانی روجاوای کردستانی هاتن پیروز بکن وکرنا بیروا پدکسی سرکفتنی جوار بخازن شاندش کمیته ریوبر هتا یعنی دامزراندن هاتن ما اف وكاد بيجي اف قافها اف بيرها بيروز بكن وام قافنا جلكي براكتيك وعملي بابجي جبو يكريزيا كردي جبر بدكسي بارتي كسركايا روجاوي كردستاني وجمهوري ويها وهبال بندي ويها بارتي وطني وام تخازن كو اوجيكي مرا يعني اريكار بي وقمكار بن قافنا بابجي جبو يكريزي يا كردي ويك هلوستيا كردي روجاوي كردستاني لسر خيريبه کنکه و پدکسی لحف جویان داویه دست دانه هف حنبیز کرن هف ماچ کرن کارکی باشه